ماشی منو واردش شد شو قرار ندی خیلی کسی بود هرچی باید از من پا کردم بهش شیلن گرفتم منم کمربند گرفتم به چون این به اون در اجابت شما هر وقت اون شیرنگ بی صاحب گذاشتی کنار من همین کمربند کلی و نظر بیزارم کنار آقا تو گردن گفت من کردم منو به زیر کلک بردی هرچی داشتم و نداشتم به نامت کردم این رسم مهمت با کمربند تلافی میبونی پس این ثروتی که من افتاریس کردم تا حال تحمل جراحیه این ضربه ترقناک کمربندم پاداش جزاییه که ملبس به من جاریه لابود توقع داریم ازمون چی بیان اینجا برات به ازمون بزنه بنده هم به ساز آواز رقص کنم اینجا براتون بله؟ نه یکم انصاف داشته باش رحم داشته باش بابام دست خودم نیست از بچه که یه چیز کسی بود نجسی بود باید میشستم فهم از شعور میاد شعور هم بابیه که فعلا به من گوش شدنی اجالتا باید دور از این منم گوش کنم بگو یه چند تا دیگه بخور به من هم نمی کنی به اینی که تو چیکه منو رفت کن چی گفتی؟ چی گفتی؟ درست شنیدی درست نشنیدم اگه نکن کسیفه من حاملم ازاقم خوش نیومد راست میگم تو به زودی سلام کن هوریه همون پیرزنی که یه پاش لبه گور بود تو به اونم رحم نکردی اما منم کیسه دختر بود بس کن دیگه فکر کردی ما اینجا بوغیم یا انقدر مملکت بیدر و پیکر شدی که تو تعیین تکلیف میکنی؟
پاشید بریم ننه پاشید بریم من زنبیلتون رو براتون میارم حالا خونتون کجا ننه؟ میگم در رو زحمت این چه برام نه این زنبیل که وزنی نره ما هم که ورزش کنیم خونم هم این 2 تا کوچه بالاتره خیلی خب بریم ننه میگم ننه شما نوهی نتیجه‌ای نبیرهی چیزی نداریم براتون خرید کنم نه من تو دنیا تنها من هیچ کس رو ندارم آخه اینجوری که هر روز اذیت میشی خیلی سنگینه میگم ببین زنت کو یعنی مادت کجاست نه سینه آبرسون خدا رو شکر چرا دیگه اونجا راحت‌تر بودم مامانت نکردی خوب کار کردی مامانه اون نکردی بپیش تو کوچه بپیش خیلی خوب کدوم خونتونه نه؟ کدوم؟ اینه؟ دو خیلی خوب بفهم وای زنم اون خوشگل داره اونه آره خیلی خوب اسکولت کردم همونه این هم دیگه اون رسول کرده اون کلیتم پیدا کنم بفرما کلیتت هم پیدا کن خیلی خوب بفرما اینم خونم اینم زنبیره دیگه تو زحمت رو کشیدی میشه اینو تا دم راه پلم بیاری نه واسه برم زور خونه دیرم شده تو که ماشالله اندامت خوبه اینو بیاری انگاری میکنه 50 تا جباده زنی خیلی خوب بفرما یا الله بفرما اینم دم راه پله بفرما وایسه واسه دیگه حالا تنجا آوردی تا تو آشپزخونم بیار دیگه نه دیگه داری سوء استفاده میکنی یا بارو کنار آخ کمرم گرفت وای باشه بابا باشه شروع بشم بفرما اینم دم آشپزخونه بفرما کجا داری میری؟ یه پا کنار نره چه رو وسیله پا کنار دیرم شده به زور وارد خونه مردم میشی حالا داری میری آی همسایه کمک دوست این مسخره باز منو برم کن بابا دیرم شده چرا اینجوری میکنی ای وای آقای همسایه کمک دوست چی شده هاش خانوم؟ اتفاقی افتاده؟ ببینی جوون گنده بک به زور وارد خونه من شده بود به جوونم دزده آقا دروغ داره میگه تو خجالت نمیکشی با این هیکل اومدی دزدی اونم خونه یه پیرزن؟ بابا این حاج خانم شوخی میکنه من کمک شدم زمین رو چارش بردم تو تو خونه غلط کردی پدر سوخته زمین رو تا دم در میارن حتی تو آشپزخونه چرا بابا تو میزنی نه؟ اینه جواب محبت ما تو نظمیه معلوم میشه یالا را بیفت دوزه همچ دادم کار صبر کن بابا تو این وسط چی کاری؟ قاسه داختر ازاش؟ اولا انسان ما دارم وظیفه انسانی رو انجام میدم ثانیاً این جانب همسایه حاج خانومم پس وظیفم 2 برابر میشه و اما ثالثاً این کاسه داغتر از آش اتفاقا نظمیه باشی هم هست نظمیه باشی هم لابود مأموری و معذور ما را حین ارتکاب به جرم گرفتی ها؟ ببین معلومه خیلی این جمله رو شنیدی ها؟ پس سابقه داری یا نه رابطه؟ آقای نظمیه اجازه بده من این جوون رو ببرم این گوشه صحبتی بکنم شب راه راست هدایت شد حاج خانم من که حرفی ندارم ولی جرمش سنگین دوزی حالا بذار من ببرمش این طرف نه چه کاری رو دومن کردی آخه؟ من چه زمتای شما کنم؟ ببین تو 2 تا را بیشتر نداری یکی که بری زندون آب خنک بخوری یکی اینم که من رضایت بدم تموم میشه خب دست شما درد نکنه راه دوم هم چسبیده به یه شرطه چه شرطی؟ با من ازدواج میکنی؟ داری شوخی میکنی دیگه نه؟ الان معلوم میشه آقای همسایه بینو من رو ببریم به راه راست هدایت نکن بیا ببریم دیگه صحبت کن حالا شاید هدایت شدم نه؟ چی شد تصمیم تو گرفتی؟ آخه نه شما فکر نمی‌کنید که این چیزا از سن سال شما گذشته اونم ازدواج با این مرد جوون ببین من از 100 تا گل هنوز یه گلم باز نشده ایشالله اون یکیش هم همین الان باز میشه 100ش بود میشه نه مثل اینکه تو این گرد زنت میخره آقای همسایه بینو من رو ببریم به راه راست هدایت نمیشه نه باید جزا بکتره بله هدایت شد
وقتی آشخانم هیچ شکایتی نداریم اجالتم ندارم. خیلی خوب. بایسا هر زمان که به مشکل خوردی فقط کافی جیغ بزنید. در ضمن هر زمان که ایشون از شما شکایت کنه همین آش و همین کاسه است. من غلط میکنم دیگه بزن بیله کسی دست بزنم. همین؟ حالا بذاری سفره پهن بشه بعدم بیشتر گیرت میاد. ولی قرار ما خیلی بیشتر از این حرفا بود. تو برو گم شو رشته رو کم کن. اختیار دارید، انجام وظیفه بود با اجازه. در ضمن جوون تو هنوز پروندت بازه.